سلام و عرض ادب به همه دوستان. در این آموزش در مورد چگونگی کم کردن حجم عکس در تلفن همراه بحث خواهم. برای این کار یک سایت کوچک برایتان معرفی میکنم و هم به خاطر راحتی کارتان یک اپلیکیشن نسبی برای آیفون و اندروید. البته تلفن من آیفون است، شما هم میتونین همین عملیه را در تلفن های اندروید خود اجرا که هیچ فرقی در سایت و اپلیکیشن نداره. اول به سایت مراجعه میکنیم، سایت tinipng.com. این صفحه اصلی سایت است. داخل سایت میشیم. اینجا گزینه‌ای برایتان در اختیار داده که عکس خود را وارد کنیم. ویژگی این سایت این است که شما میتونین 20 تا عکس داخل سایت بیارین و حجمش تا 5 MB تغییر بدین. روی گزینه کلیک میکنیم. اینجا برایمان میگه از گالری میخوای انتخاب کنی یا هم کامرا. البته از گالری انتخاب میکنیم. عکس ما در حال کامپرس شدن است. میبینیم که حجم عکس ما 76% کم شده. شما میتونین در قسمت راست دانلود آل رو بزنین تا عکسی که حجمش کم شده برایتان دانلود شد. فایل دانلود شده به شکل وینرر است. میتونین توسط برنامه وینرر از حالت زیپ خارجش کنیم. بخش دوم، برنامه میج کمپرسور برایتان معرفی میکنیم. برنامه خیلی عالی است که میتونین این برنامه را در اندرویدتان از گوگل پلی و در تلفن iOS یا آیفونتان از اپ استور دانلود کنین. خب این صفحه اصلی برنامه هست. ادوانس کمپرسور به این معنی که خودتان مشخص میکنین که به چی اندازه حجم عکس کم شود و پس کمپرسور به شکل خودکار عمل میکنه. روی ادوانس کمپرسور کلیک میکنم. عکس انتخاب میکنم. از اینجا میتونیم کوالیتی یا کیفیت عکس را تغییر بدیم که با این کار نداشته باشین که گزینه را در حالت 100 قرار بدین. از اینجا حجم عکس کم میشه که این را میتونین در حالت 50%